سلام عشقای امیر، حالتون چطوره؟ این امشب حال نداره، ولش کنین. خودم صحبت میکنم. اومدم با معرفی یک بازی چند نفره آنلاین ترسناک. قراره با دوستاتون هاست بسازید، شبکه بسازید و دوستاتون دعوت کنید، برید با هم دیگه پلی بدید و بازی معمایی دوستان بعد رد کنید مراحلو و به کمک همدیگه مراحل رو پیش ببرید، برید جلو. من الان بازی رو ران میکنم، ببینید گیم پلی بازی به چه شیوهه و یاد میدم چجوری با هم دیگه کانکت بشه، چجوری هاستو بسازید. لطفا با لایکاتون، ساباتون واسه دوستانتون بفرستید به ما. چی دارم میگم؟ چرا گفتم؟ لطفا با لایک و ساب کردنتون زنگوله رو بزنید، ما رو حمایت کنید، انرژی بدید تا اینکه بتونیم ویدیوهای قشنگتر، جذابتر براتون ضبط کنیم. ممنون از حمایت‌های قشنگتون. این امشب کلا حال نداره. خب الان من دوستان بریم که ادامه بازی رو خب دوستان، از منوی اول که بیاین به این شیوه، از این بخش بومز گروپ چیه، از اینجا میزنید. این به علاوه بغل که بزنید میتونید گیم رو انتخاب کنید که کدوم مرحله رو بخواید بریم با دوستانتون پلی بدید. من به طور مثال مثلا اینو من عباس الان بریم پلی بدیم. این بخش اول میتونید اسم اون چنلی که قراره بسازید رو بذارید. من اسمم کلا داخل همه بازی و جوجوه، اینجا هم جوجو میذارم و اسمشو میذارم و پلیرش هم 2 نفره میکنم که کسی دیگه مزاحممون نشه، خودمون رو 2 تا بازی کنیم و اینکه چیز دیگه ای نمیمونه. و کریتو میزنم، میسازه. زمانی که بره داخل واسه گوشی طرف مقابلتون این بالای صفحه یه رفرش داره، رفرش رو که بزنه بعد الان داره میسازه، بسازه بره داخل. خب طرف مقابلتون الان بهش میگید دیگه، میگید رفرش رو بزنه. رفرش رو که بزنه جوجو رو بعد پیدا کنه، جوجو رو که پیدا کنه بیاد داخلش، اونها جوجو میزنه میاد داخل بازی و دوتاییتون با هم دیگه داخل یه هاست هستید و پلی میدید. بریم که گیم پلی بازی رو داشته باشیم. بازی فکری دوستان، بعد مراحل رو رد کنید به کمک هم دیگه. اومدی عباس اناشی؟ این امیر عباس. سلام، خلت اومده ببینم بچه‌ها بلدی؟ سمت اومده بچه‌ها ببینم بلدی؟ با من بازی میکنی؟ با من بازی میکنی؟ Hello. اینجا میتونین ادا در بیارین با پلیرهای دیگه حتی. Help me. Drop item. بیا بریم. خب اینجا چجوری رد کنیم؟ اینجا رو کیفیت آقا بالا، خفن و اصلا خیلی روی جلوهاش خیلی کار کردن. این بازی رو واقعا خفنه. اسم بازی رو هم وسطای گیم بهتون میگم، برید بعد دانلودش کنید، بعد پلی بدید با دوستانتون بازی کنید، مرحله بعد یه چیز دیگه اینجا نقشه دارید. از این نقشه شما بعد برید برسید به این نقطه قرمزی که اینجا هست. Over here. بتونید ردش کنید، به این نقطه قرمز برسید، مرحله رو کلا به پایان رسوندید. نه هر بخشش هم که برید جلو فکریه. اینجا گفته کلید رو بعد پیدا کنید. بریم کلید رو پیدا کنیم. ببینیم اینجا کلید میلید نمیبینیم. من کلید رو یافتم. بیا بریم، بیا عباس بیا. من کلید رو پیدا کردم. کلید رو میزنیم توش در وا بشه. خب بریم جلو. ببینیم از این آنلاین هم که بخواید خودتون برید بازی کنید، بقیه هاست میسازن. هاست انقدر زیاده که بخواید به بقیه پلیرها هم بازی کنید. این بغل هم نگهدارید، خودش گفتگوهای مختلفی داره، مثلا سلام و ها 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 و نمیدونم مارک کنید یک جایی رو که مثلا زامبیه رو دیدید فرار کنه، از این جور چیزا داره. این بخش پایین هم چت داره، میتونید چت کنید با حریف مقابلتون. حالا یه بدی که داره فقط وایس نداره، بخواید وایس بدید با آنلاین با دوستانتون. این چی بود اومد جلوی من؟ تو رو هم گرفت، تو رو هم کش. وای چرا؟ آقا من بازی رو براتون حتما میذارم، لینکشو داخل کامنت ها. اگه بتونم لینکو میذارم، در غیر این صورت اسمشو میذارم. حتما برید دانلود کنید، از گوگل پلی بگیرید بازی رو. اسم بازی هم دگاست یه همچین چیزیه. حتما براتون میذارم با دوستانتون خلاصه آنلاین پلی بدید دیگه. بازی خیلی جذاب و باحالیه، گیم پلی راحتی داره، گرافیکش بالاه و حرف دیگه نمیمونه. لطفا با لایک و سابسکرایب حمایت کنید
تا اینکه انرژی بدید به من و بتونم کلیپ‌های قشنگتر، بازی‌های قشنگتر رو بهتون معرفی کنم. تا یه ویدیوی خفن دیگه، موفق باشید دوستان، عاشقتونم.